گفت میدوید بو پیش میگذشت پیش حضرت صلی الله علیه و سلم میرفت شد در استیرا بود بعد گفت که حضرت گفت یا ابوبکر گفت چی گفت سروسی ما میشه یکی چوروس کورس میگیری گاه قفا میزنی گفت یا رسول الله همین در فکر اندیشه میگذره که از قفا تعقیب کردستیم قفا میشتم که بیم اندی من بگیرن حضرت صلی الله علیه و سلم مقصد که جون با سلامت ببره. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس یا ایوال المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. خدومی عزیزا را در این محفل خیر مقدم میگوییم و از درگاه خداوند متعال مسئلت اون رو داریم که در منزل در امر جان بابای حاجی محسدین فرزنداش و اهل خاندانش و مهمانانش برکات نازل بسازد. پروردگار به خاطر همین سعی تلاشایی که حضرت دارند این هم اظهار محبت است. به خاطر همین اظهار محبت ها فردا روز قیامت از دیداری به مثالش از شفاعت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار و بونصیبش بگرداند. و خداوند برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارند همین یک ذره ایرم که باشه یک شمه ایرم که باشه محبت شون نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم بازم بیشتر و زیادتر بگرداند. واقعا خدا را شکر میگوییم که در ماه مولود نبوی سعی میکنن مسلمانان که محبت خدا اظهار کنند. سعی میکنن که در محفل هایی که در آن سخن از پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته می شود اطراف تاریخ رسول الله سیره اون حضرت صلی الله علیه و سلم صفات اون حضرت صلی الله علیه و سلم هر جایی که صحبت می شود سعی میکنن که در آن محفل ها شرکت داشته باشند و انشالله یک فایده و منفعت حاصل کنند. زیرا قدر زر زرگر میدونند. قدر رسول خدا صلی الله علیه و سلم مسلمان میدونه که از حیات حضرت آگاهی داره، از زحمات اون حضرت صلی الله علیه و سلم آگاهی داره و ایلا از کجا میفهمی آخی. از همین خاطر این محفل و معرکه ها انشاءالله گمان میکنم که برای همون تحکیم محبت های ما و شما عشق علاقه های ما و شما یک سبب میشود. اگه از فرصت استفاده برده یک حدیثی را از احادیث گهربار پیامبر صلی الله علیه و سلم که انشاءالله ما و شما را دعوت به طاعات و عبادات میکند، ما و شما را دعوت به بندگی میکند، با بابای حاجی و با مهمانانش انشاءالله تقدیم میکنیم. بعد دیگه عزیزا و بزرگا در محفل شرکت دارن هر کدام یک صحبت میکنند انشاءالله خوری و نظم میخونند یعنی که فیض مییابیم انشاءالله. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه راوی امت اسلام روایت میکند و حدیث در صحیح امام بخاری آمده است که باره گفت اوصان خلیلی بثلاث دوست من محمد صلی الله علیه و سلم مرا به سه چیز وصیت کرده است. اصلا خلیل دوست میگن. اگر عموما بگیریم خلیل صفت حضرت ابراهیم علیه السلام است، زیرا خداوند خلیلش خوانده است. این را خلیل الله میگن یعنی خلیلی الله. اما در مجموع اگر بگیریم هر کسی را اگر دوست بداری محبت داشته باشی نسبتش خلیل که گفتیم درست میآید. ببینه حضرت ابو هریره گفت که خلیلم دوست من محمد صلی الله علیه و سلم مرا وصیت به سه چیز کرده است. برکعتی الضحی و صیام ایام البیض و ان اوتر قبل ان انام.
مرا وصیت کرد به خواندن 2 رکعت نماز ضحی، نمازی که در میان مردم با نام نماز اشراق معروف است. نماز سری افتاب هم میگنش، نماز چشت هم میگنش. در مجموع همش هم یک چیز است. در متن حدیث ها حضرت صلی الله علیه و سلم ضحی گفته است شبی را. حضرت صلی الله علیه و سلم صحابیش ابو هریره را و در شخصیت حضرت ابو هریره تمام امتاش وصیت کرده است که 2 رکعت نماز ضحی بخونه ای مسلمانان. و 3 روزی مابین ماه روزه گرفتنش میگه به من وصیت کرد. ایام 20 13 14 15 هر ماه روزه داشتنش. و نهایت وصیت سیمش این بود که قبل از اون که به خواب میره نماز ویتر بخون. خوندن نماز ویتر قبل از خواب. سبحان الله. خدا کنه که ما و شما همین فرزندامون کم کم تایی وصیتی بدین کنیم. همه وصیت بو برای دنیا های بچه میتا که بچه موتا که فلان کار ناکامل مونده است خلاصش که فلان زمین رو فروخته مونده است بفروشش. اما وصیت متاسفانه از برای روز قیامت در ما کمه. حتی دخترشو میتن تمام جهاز هم میخرن، همه رو آمادگی میگیرن، یک دهن وصیت نصیحت رو همون فرزند دریغ میدارن که بچه‌م خدمت شوهر بکن. در خاندان همیشه شوهر پادشاه های زنک وزیر، به فرمان شوهر ای خونه نبرو. دیره ببین رسول خدا صلی الله علیه و سلم وصیتش همش برای روز قیامت بود، همش برای آخرت بود، همش وصیت های بودن که بسیار لازم و مهم هستند. 2 رکعت نماز ضحی. خدا اگر امروز همه مسلمانان را حساب و کتاب کنیم، همه مسلمانای دیاری خودمون خیال میکنه که چند فایزش نماز ضحی میخونن، نماز اشراق. ولی قسم در 2-3 فایزش نمیخونن، دیگرش نمیخونن. در صورتی که از حضرت صلی الله علیه و سلم در همین فتح مکه ثابت است، در صحیح بخاری اومده است همین نماز ضحی را نماز اشراق حضرت 8 رکعت خوندگی. ام هانی رضی الله تعالی عنها اپای حضرت علی روایت میکند، حدیث در صحیح بخاری اومدگی. میگه نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومد. اکم سبب اومدن شمامی بود که حضرت علی قسم خورده بود که او از نام مشرک بود، از بس که مشرک بود این قسم خورده بود که من به دست خودم بکشمش. این ام هانی را پیش حضرت اومد که همین علی هم طریق قصد کشتن شوهر مرا داره یا رسول الله. مقصد امداد طلبی اومده بود که حضرت اعلام کرد که هر کسی که در خانه ام هانی پناه میبره او در امن، هیچ که حق نداره او را دیگه دست درازی کنه. یعنی شوهرش در خونهش بود که اوکی دیگه در امن ماند. آخر الامر خدای تعالی هدایتش کرد، اسلام قبول کرده شوهرش. همه ام هانی دختر ابو طالب میگم اومدم که حضرت صلی الله علیه و سلم غسل کرده است. غسل کرد میگه بعدا نماز خوند 8 رکعت نماز ضحی. همین نماز ضحی کمی کمش 2 رکعت اومدگی، اکثری اومدگیش 12 رکعت. از 2 تا 12 رکعت ای. این یک نمازی هست که اینقدر ثواب داره، اینقدر فضیلت داره. شاید همین مردم ثوابش نمیدونن که همین تنبلی میکنن در همین کار. حقیقتا وقتی که مسجدها باز بودن از میان اون نمازخانه مسجد یک چند فایزش بعضی خوندن فرضی بامداد میشیشتن، ذکر میکردن. وقتی که آفتاب مقداری یک قد نیزه بالا میشید از حد کراهیت که وقتی میبرومد همون نماز ضحی را میخوندن و نماز اشراق گفته و میومدن. خوشحال به حال شد. برادرای شرکت فرما مراجعه دارم. بسیار شما سمنوان رفته و مگیای پیروز اندونزیا 8-12 کیلو بسمته انشاءالله از ما شماشنه تا 15-20 کیلو را خدمت در کار روشه زنگ بزنید مرحمت انشاءالله که روان. سلام علیکم برادرو بسیار شما برای ویتیلیگو میپرسید. ویتیلیگو یعنی ما توجیکو پیچیدگی میگیم، سفید وقتی پوست میشوه. داروش اومگی خدمت در کار روشه پیروز ایندیای انشاءالله که به حد رسالت خوب نشون دادگی. بسیار برادرو زکاس کن افکت دیدگی خدمت تجربهش کردیم. کورس لشنش یک دونه است، 2 تا تبلیت استفاده. برادرو بسیار شما میپرسید برای کرم هست، هم برای آدم کلانسال هم برای کودکوما.
марҳамат бародаро 100% оригиналай ба кадом шаҳри рабуге равон мекунем ба туристон дастафка мекунем. Салому алейкум бародаро барои хароб шидан мегуфте бисёр давом мепрсиданд. Марҳамат барои хароб шидан беҳад дори хуб магай фолзор дар рухаш насигаи 8 то 14 кило хароб мекунад. Занг мезанем ба ҳама шаҳрҳо дастафка мекунем.